اولا اید اجر و ثواب قربانی. نفرانی هستند که گمان میکنند مقصد از قربانی فقط خوردن گوشت است، مهمان کردن مردم با گوشت است، که بر علا میگویند چی لازم اینقدر پول صرف کرده گوسفند کشتن و گاو کشتن. بروید از بازار گوشت بخرید، از قصاب گوشت بخرید، همین کفایه هست. یعنی چرا مخصوص حیوان میخرید، علل خصوص در تاجیکستان که امروزها خیلی نرخش بالا هست و شما خودتان را به این مشقت گرفتار میکنید، در حالی که مقصد از قربانی حتما باید بدانیم که گوشت خوردن نیست. مقصد از قربانی صاحب شدن، نائل شدن بر رضایت الله یگانه هست. الله درباره قربانی میگویند لا ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله تقوی منکم. اصلا از آن قربانی که شما میکنید هرگز نه گوشتش و نه خونش به الله میرسد. این تقوای شما هست که به الله میرسد، این تقوای شما هست که مقصد از قربانی شما هست. پس ما به خاطر گوشت قربانی نمیکنیم، به خاطر این شریعت الله را انجام دادن، این احکام الله را بجا آوردن، سرفرود آوردن در مسئله این سنت خلیل الرحمن حضرت ابراهیم، ما گوسفند را قربانی میکنیم. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند هیچ عملی نیست که در روز عید قربان به پروردگار اینقدر محبوب تر باشد، قدرش بالا باشد از ریختن خون حیوان. و حیوانی که شما در آن روز قربانی میکنید با مویهایش، با استخوانهایش، با شاخهایش در روز قیامت می آید. در شرح حدیث بعضی ها میگن به هر یک عضو حیوانی که قربانی کردی بدن تو از آتش جهنم نجات می یابد، اون شفاعت تو می شود. بعضی علما میگن با تمام وزنش در نامه اعمال یا در ترازوی عملهای صالح تو برکشیده می شود. و پیامبر میگویند و این الدم لا یقع من الله عز وجل بمکان قبل ان یقع فی الارض. و خون حیوان پیش از این که به زمین بریزد در نزد پروردگار قبول می شود. سبحان الله. حیوانی که تو برای ریزانیدن خون آن به خاطر الله روز عید قربان خریدی و میکشی یا قربانی میکنی، پروردگار آن را پیش از ریختن خونش، چکیدن خون آن به زمین از تو قبول میکند. فتیبو بها نفسن، در دوامش میگن پس به خرسندی قربانی را انجام دهید که اینقدر یک عمل بزرگ انجام میدهید. یعنی قربانی عزیزان در ما باشد که به گوشت سیر شدن نه و به گوشت سیر کردن نیست، نائل شدن بر رضای الله یگانه هست.